سلام، به اولین ولاگ از یک روز زندگی با من خوش اومدید. برای منی که همیشه همه زندگیمو خصوصی نگه می داشتم، اینکه الان بخوام یه ولاگ بگیرم یک روز از زندگیمو توضیح بدم خیلی عجیب و خیلی سخته. ولی بعد از اینکه تو اینستا پیج زدم و فهمیدم که شاید خیلیا اون چیزایی که من میدونم و نمیدونن، نه اینکه من خیلی بدونم، بالاخره آدم‌ها تجربیاتشون رو به اشتراک میذارن و به جای خوبی میرسن دیگه. الان که تب و تاب مهاجرت داغه، گفتم به عنوان کسی که البته پیوست به خانواده اومده اینجا، خودش تلاشی نکرده برای اینکه اینجا باشه، ولی داره تلاش میکنه که اینجا بتونه یه زندگی بسازه، بیام کاری که میکنم بهتون بگم. الان من دارم میرم کلاس زبان. این کلاسی که من دارم میرم یه کلاس مجانیه. اینجا شهرداری یه سری کلاس برگزار میکنه برای مهاجرا و فکر میکنم نمیدونم سالی 20 یوروه، کل ترمش 20 یوروه، ولی این حالا من نمیدونم، ولی مربوط به شهرداری نیست. یه سری معلم بازنشستن که اینا تصمیم گرفتن که به خارجی‌ها و به صورت مشخص به زنهای خارجی زبان یاد بدن و کمک کنن. فقط هم زبان ایتالیایی نیست، انگلیسی هم درس میدن. و اینجا خب هیچ هزینه ای من ندادم، نباید هم بدم، یعنی نه اینکه نیازی نیست که بدم. و خیلی باحاله، تعدادشون خیلی زیاده. یه سری خانومای مثلا سن و سال دارن و در کنار این خارجی ها خیلی فضای باحالیه، یعنی دوست داشتنیه دیگه، یه محیط خیلی دوست داشتنیه. جلسه سوم یا چهارمه که الان دارم میرم اینجا و یه معلم برای خودم گذاشتن. تقریبا هر 2-3 نفر یه دونه معلم دارن و حالا یه دونه کتاب معرفی میکنه و با اون کتاب پیش میریم. و جالبه که تاریخ تولد معلمم با من توی یک روز فقط سالش 2 تا عدد آخر سال با هم جابجا کنی تاریخ تولدمون یکی میشه. جالبه، خیلی بر من جالب بود. بریم برسیم. این تا همینجا میرسیم. بیشتر کلاس ما مراکشی بودن، یکیشون هم اینجا برای خانواده ایرانی کار میکنه. بعد رفته به ما گفته که بود کلاس یه دختر ایرانی داریم. گفت من اسم میگم من نمیشناسه که. متاسفانه من از کلاس نمیتونم از آدم ها فیلم بذارم. اگه بتونم از محیط کلاسی میرم براتون بذارم. مثلا نگاه کجا رو باید نگاه کنم، ببخشید دیگه. معلمم اومد، شروع شده کلاسمون، ولی خب همین اول کلاسیه، کاری با معلم ها داره، سوپروایزرشون. ولی نمیدونم بهش بگم که مثلا بیزاری ازت فیلم بگیرم، یعنی یه جوریه. مثلا شنیدم که آلمانیا خیلی خوششون نمیاد بیان جلو دوربین، ولی نمیدونم که اینا چه مدلی ان، حالا نپرسیدم، نمیدونم بپرسم. من کلاسم تموم شد. خیلی حس خوبیه. میدونین چرا؟ برای اینکه خب این کلاسای مجانی و اینا وقتی که شرکت میکنی یه دید خیلی بدی یه سری از آدم‌ها شاید داشته باشن، ولی حقیقت اینه که مثلا اون کلاسایی که بهتون گفتم کلاسای چیزه مال شهرداریه که گفتم مثلا 20 یورو اینطور باید بدی، همه تیپ آدمی میان. یعنی که دوستای من که شرکت کرده بود میگفت مثلا حالا نخوایم نژاد پرست باشیم، مثلا آدم هایی میمدن که حالا باعث شدن که پلیس چند بار سر کلاس بیاد، باعث شدن که معلم خیلی عصبانی باشن، سر کلاس سیگار میکشیدن، فحشای بد میدادن. این بریش هم نورم به کور شده. به همین خاطر اینجا این کلاس همه خانومن، به خاطر اینکه ما خیلی مراکشی داریم توی کلاس. بعد اینا دوست ندارن که مردان باشه، حالا با خودشون دوست ندارن یا شوهراشون دوست ندارن. من که اینک آفتابی دارم چرا نمیزنم نمیدونم.
الان همسر گرامی زنگ زد، گفتش که با دوستاش مرکز شهره، گفتش که اگه کاری نداری پاشو بیا من برم یه دونه بلیط بخرم. اینجا شما کسی چکت نمیکنه بلیط بزنی یا نزنی، ولی یهو میریزن توی اتوبوس و ترام و چک میکنن و تا اونجا که من میدونم 50 یورو جریمش. جریمه هم نکنن یه جا که آدم باید بلیط بزنه خوب بزنه دیگه. میشه زد وقتی قانونش باید بزنی بزن دیگه، زشته. من برم اینه بلیط بخرم چون نمیدونم چرا نمیتونم توی این اپلیکیشن اطلاعات کارتمو سیو کنم. برم این کار رو انجام بدم که خیالم راحت شه، بعد بیام یه توضیحات دیگه در مورد همین کلاس ها و اینا بدم. بلیطمو خریدم زدم. بعد یه چیز جالبه دیگه که یه کار دیگه که اینا کردن، چون یه سری آدم بودن که خیلی زرنگ بودن. یه چک کردن بلیط اینطوریه که از تمام درهای قطار یا ترام یه عالمه همون وارد میشن، یعنی از هر درش یه دونه معمول و خب میان دونه دونه بالا سر آدم میگن بلیطتون نشون بدید. یه سری همون موقع سریع آنلاین توی اپشون میزدن و نشون میدادن. الان شما وقتی که میخوای بلیطتو اکتیویت بکنی 1 دقیقه طول میکشه. شما دکمه‌ش رو که بزنی 1 دقیقه طول میکشه تا این فعال بشه. و یعنی جلوی این داستان حالت زرنگی تو هم کردم. خب من نحوه آشنایی با این کلاس هم بگم. توی هر شهری یه گروهی هست که ایرانیای مقیم اون شهر، حالا دانشجوها و اینا توی این گروه هست. بعد یه نفر اومد توی این گروه نوشتش که آره یه سری معلم بازنشستن یه دارن مجانی به زنای خارجی ایتالیایی یاد میدن. یه شماره بعد گفتم خصوصی مسیج بدیم. من بهش مسیج دادم یه شماره داد و من هماهنگ کردم و یه روز با همسر بلند شدیم با دوچرخه 20 دقیقه خونه ما را بود. خیلی دور، خیلی هم سرد بود و شوهرم سرما خورد و اصلا نمیدونی چه وضعی. رسیدیم و من دیدم 5-6 تا ایرانی دیگه هم اومدن و ولی خب فقط ما ایرانی هاییم که هم دیگر میبینیم پشت اون رو میکنیم دیگه. بقیه جای دنیا هم دیگر میبینن پشتشون رو نمیکنن. بعد خلاصه داشتم فکر میکنم که خدای من 2 روز تو هفته چجوری تا اینجا بیام برم توی مثلا بارون، تو برف، تو سرما. حالا اینجا برف زیاد نمیاد ولی به هر رطوبت خیلی بالاست. تا اینکه از دهن همین معلم اینجا هم شنیدم که آره من دارم فلان روز میرم فلان منطقه و همون منطقه‌ای که اتوبوس زندگی می‌کنم. گفتم شما اونجا هم مگه کلاس داری؟ گفت آره. تو مگه خونت اونجاست؟ گفتم آره. خلاص آدرس گرفتم و هیچی دیگه. این شد که به جای 2 روز تو هفته الان 1 روز تو هفته میام اینجا. ولی خب بغل خونم یعنی پیاده همون ویدیو اول نگاه کنم 2-3 دقیقه بیشتر نیست. و اینطوری شدش که من با اینا آشنا شدم. حالا امروز میگفتن که بعد از این کلاس ما کلاس انگلیسی داریم. گفتم انگلیسی خوبه. گفتم خب تو بیا به ما یاد بده. مثلا کلاس برای مثل این کسی معلم توی انگلیس هستن. یه دفعه داشتن میگفتن که اونا همین هدف رو دارن که آموزش بدن و اینا باشون ویدیو کال میشه و اینطوریه که حالا آنلاین آموزش میدن. حالا میگفتش که این دفعه میخوایم یه معلم حضوری بیاریم تو هم بیا. امروز هم هوا خیلی خوبه و خیلی بری حس عجیبیه. یعنی من اصلا من این اخلاقا ندارم انقدر زندگیم بگم. ولی خب دارم میگم که اگه تویی که داری این ویدیو رو میبینی برنامه‌ت بیا ایتالیا، اول برو تو گروه ایرانیا، اونجا خونه هم میتونی پیدا کنی و اینکه خیلی روی ایرانیا حساب نکن. من این یه رستوران کره‌ای که فکر می‌کنم تازه باز شده ایرانی، تازه من باش آشنا شدم. محیطش رو نشونتون بدم. غذامونم آورد. قیافش که خیلی باحاله. حالا بخوریم ببینیم چه جوریه. ما ناهار اونو خوردیم، غذاش خیلی خوب بود. به همون از اینا هم چیز دادن.
کادو دادن. در مورد یه چیزی میخواستم بگم، یعنی تجربه شخصیمه. بالاخره بعد 5 سال اینجا بودن، چند وقت پیش توی اون کلاسه که گفتم رفتم که چند تا ایرانی بودن، معلم ازمون پرسید که چه چیز منفی در مورد ایتالیا میتونیم بگیم، چی مثلا در مورد ایتالیایی ها اذیتتون میکنه. یه دختر ایرانی برگشت گفتش که نژاد پرستی. ببینیم من طبق تجربه‌ام توی 5-6 سال با این که ما توی یکی از شهرهای شمالی هستیم و اینجا اخلاق آدم‌ها یه مقداری مثلا متفاوته، من نژاد پرستی از ایتالیایی ها ندیدم که از هموطنهای خودمون دیدم. یعنی ما اینجا از اون آژانس املاکی که کمکمون کرد خونه پیدا کنیم تا صابخونه های ایتالیاییمون، تا یه خونه‌ای که می‌خواستیم بخریم و نشد، صابخونه‌مون ازمون غرامت که نگرفت بابت کنسلی قرارداد، هیچ. هنوزم که هنوزه با همون در ارتباطه و رستوران دعوتمون میکنه، میاد ببینتمون، برامون کادو میاره. تا همسایه های این خونه‌ای که الان توشیم که نام بالاخره همون شمال ایتالیا، واقعا آدمای خوبی هستن، واقعا آدمای دوست داشتنی و آدمایی هستن که تو میتونی رو کمکشون حساب کنی. تا حتی همین کلاسی که الان دارم میرم که خانمای ایتالیایی هستن، من نژاد پرستی از اینا ندیدم، ولی تا دلتون بخواد هموطنامون تمام تلاششون رو میکنن که شما اینجا آب خوش اگرتون پایین نره. و من نمیدونم اینو بذارم جزو بخشی از فرهنگمون که نیست. ایرانی آدمای خیلی با محبتی هستن، بذارم رو حساب چی نمیدونم، ولی خب اینطوری دیگه. اینم تجربه من بود. الان داریم میریم سمت خونه. 1-2 ساعت دیگه معلم باشگاهم بهم پیشنهاد کرد که کلاس پیلاتسش رو شرکت کنم. معلمم هم خیلی معلم خوبیه و من خونه کارامو بکنم، برم کلاس پیلاتس، میبرمتون با خودم. من اشتباهی کردم، اومدم خونه گفتم نیم ساعت بخوابم، تا الان که ساعت 6 از 3:30 خواب بودم، نرسیدم برم کلاس. از قدرت چای سبز غافل نشید دوستان. اینم از شاممون. خب من دیگه کارامو کردم، روتین پوستیمو رفتم که توی چنلم هست که برای شب و چیا استفاده میکنم. موامم هر شب همین مدلی که میبینین میپیچم، هم برای سلامتمون خیلی بهتره، همین که از صبح تا حدودای عصر بسته به قد و حجم موتون و اینکه موهاتون حالت داره یا نیست، این حالتش میتونه براتون بمونه. این بود یک روز زندگی با من. امیدوارم حوصلتون سر نرفته باشه و من احتمالاً شما رو توی یک ولاگ دیگه میبینم.